بیا. سلام، چطوری؟ سلام. منو ببین. دارم میبینم کاراکتر هنری داره. دست کجا بودی؟ واسه عشق بیشو. غذا آوردم خونه. به غذاهای خیارشور آوردم. بابا یخچال خالی بود، یخچال رو پر کردم. تشکر کن ازم. مرسی. قربونت برم. لای بهش برسی. زنم ساسیج میتونم بپزمش. بپزمش اینو با پیز دیگه چی؟ با یه دونه کتاب How to use generator هم پیدا کردم. اینو بذار بخونم که اگه جنراتور پیدا کردیم دهنمون سرویس نشه. خاموش بود اصلا. روشنه. همین حالا روشن کردم. آها حالا داره میپزم. آره باش بایستم نه. اوه خره. دیدی دم خونه ماشین داری دیگه. آره بخوایی نزنه تو هم بیام. بذار غذا رو بپس من حالا اینا میسوزه. غذا رو بپس من اینا میزنم. خره یه کلاه میخواد. بده من اگه سوزه دیگه بده من. ریدم به خودم. ساعت ندارم اینا. کابل. نداشتم به این کلاه کابل داره. ناکن یه دقیقه همین. آره دیدم آره کلاه کابل. همین جک را داره. پخته بشه. همه غذا رو پختم. سویچ ماشین تو بده. سویچ ماشین دیشارژر ندارم. نداری؟ نه یه دونه مپ دارم. مپ تو ماشینت پیدا کردم. تو بگی مپ رو بخون. بذارم بیا دراب کردم تو اسم چیزم. روشن میشم باشه تو خونه انداختم کف زمین. روشنه؟ داشت بنزین داره؟ بنزین فکر نکنم. واسه بنزینش خالیه. طوری نیستش. آره خره وسط ناکجا هم هستیم ما. خره این خونه بغلی آره ون داره. ونش هم سالم به نظر میاد. بریم حمله. واسه من اول خونه رو بگیریم اول ماشینا. اول زامبی ها بود. خونه اصلا خالیه. خونه آره هیچی نداره. ذات خونه. اما ماشین رو بگیریم. ماشین تو صندوق تایر داره. یه 3 تا بانداژ داره توی چیزش. کجا بریم؟ برگرد برو تو چیز ایستگاه آتش نشانی نزدیکه. بیا بریم ایستگاه آتش نشانی. بیا بریم من میبرم. باش یه دقیقه واسه زامبی داره میاد. آره بذار 2 تا مپ هم با یه دونه ساعت دراب کردم برات. بیا بگیر اینا رو. یه دونه کلاه هم دراب کردم اینو بپوش. 2 تا بندیج هم بهت بدم. مرسی یه دونه پشت سرمون. بیا اینا رو دراب کردم. چه موهایی داره خوشگله. بیا اینا رو دراب کردم اینجا. بابا کابوی باندشم بردنیم بشنم آقا خب غذا رو برنشون از تیخچا عبادشم پیاده میشنم خواهر بود ماشین بود اینجا چقدر زامبی بره زامبیه ماشین روشن بذار که فرخواستی میکنیم چیز بشنم. بیا بریم.
چی این دوتا رو دارم تو اونا رو بزن دارم زیاد میشن. آره چون دارن از در و دیوار میرزن اینجا منو بگیر. بیا علی 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 اومدم تمام شد. بله وایسا هنوز یه مقداری هستن خب بذار اینجا رو اول کامل سیفش کنیم نظرت اوکی. ما که وسیله‌اشو داریم بعد بیایم اینا رو لوت کنیم قره نشین دیگه اینا که دارن میان میزنیمشون بلند شد یه دونه کیف پیدا کردم من سریع اومد بالا آره دیوس بیام سری کیف بردارم من عاشق این کیف خود کش واسه با حد اینجا هم صداشون بزنم. زدن دارم میان بیا اینا رو هم بزن نه بسه کاراکترم خواهی کرده نه صدا هیچی هم قلبشه ندارم چرا این چیز داشت بندک داشت جاش خوبه. سیگار پیدا کردی بهم بگو اوکی. اون بالا یخت زیاده. ببین من یه چیزی بهت بگم احتمال داره ما وارد ساختمون که شدیم آژیر بزنه خب آمادگیشو داری؟ ایشالله زامبی داره میاد بازم این یخت ماست بخورم حالا بهش نشه کارکتر این هم همونه بله آره این میلیتری زامبی بوتس بپوشم. میلیتی چه خوشگله شلوار زیریشو میندازه دیگه آره نه نمیندازه خود باید بندازه همون در میاره یعنی فقط این لباس ها رو کم بالا زیادم من آب میخوام آب من گوشنمه بیا من غذا دارم قرار به این بینه ساعت بگیم دیجیتال بشه به اینو بردار به این ساعت دارم بیا دیجیتال داری؟ یه روز زمین انداختم روز زمین بیا اینو برداریم چی باید دادم آقا دمت کم پشمام گنده پختمش ماشاءالله حاجی ببین بذار آبو بخوریم و بریم بیا خدا رو شکر آژیر نداد آره آژیر میداد کونمون پاره بود خواهم کسی فکر نکنم داخل باشه مسیر زبر زدم سنگینم و عرق کردم که اومدی؟ آره اینجا ببین اولا که چند تا این دست شد خب اینجا اتاق خواب داره بیا بیرون اینجا بیار بیرون اینجا آشپزخونه است بعد بیا اینجا بگم بیا غذا بخورم بیا پنکیک میخوام برات درست کنم چه ربطی داره اینجا هم نشیمنشه تلویزیونش هم روشن جا خوبی ها برای بیسا خیلی خوب عالیه فوق‌العاده است آره یخچال رو روز کنم
عاشق یخچالم خیلی خورد غذا اصلا این با تفنگ ترافاده ریولور با تیرش. خب امتی کوکینگ پاتم اینجا هست. عالیه. خب پنکیک درست کنم. پنکیک درست کن. ریولور اینجا باشه. قربز من اینا رو یه سریشون رو دیسمبل کنم، ما اینا رو نیاز نداریم. خب بعد بیان تفنگ دارم با تفنگ بزنیم؟ چی؟ نه هنوز زوده. با تفنگ بزنیم؟ هنوز زوده. باش این تفنگ کجاش کرد؟ تو بریم. اوکی بایستا من وسیلم بزنم عقب چیه بایستا من میرم پایین 2 تا بندش بردارم بیام. بندش چند تا داری؟ بانداج دارم. بنداج کافی. بندش کافی؟ بذار من یه دونه واسه این جنازه هرم ببرم بیرون. کجایی؟ من پایینم. همین کارتم همین حالا باش نشد همین حالا غذا خورم که من الان سیگار میخواد کنم بکنم. سیگار نداری؟ آره کشی بریم بیرون. پنجاره حالا بریکیت کنیم. بریکیت پنجره طرف پایین رو حالا فعلا بریکیت کردم فعلا بذار کنار. چرا؟ چیز کن خوبه که ببینیم این دور و بر. آها خره اونور سمت یا اول آره فرد آفرین. اونجا رو ببین اونا رو میریم میزنیم، بعدش میریم پشته. بزنم این ماشین کوچولو اگه روشن نمیشه با ماشین زیرش میکنم. نه خر این ماشین خوبه. این ماشین سالمه. خب ون را برو اون یکی استفاده کنیم. قرمز نداره. خب بیا بریم بزنیمش. یه دونه ماشینم اون وره تراکه. بذار کوچولو بزنیم یعنی اونایی که فقط آمدن این ورا بزنیم تا کم شن. آروم بشین. یه صدا بزن. بشین. با یه سرشون فایده دارم. نداره. یه یه سریشون 10 تاش دو مثلا. تا اینا 2 تا که فاصله بگی دارن میان. بیا نه همینجا بزنیم بالا یا نه نشون میان سمت بالا سرشون هم هستن. وای نه اونا زیاد پیس نیستن. کردن. بله همه رو آوردی. اینقدر لوس بازی دارن. بیا بزنیمش. خیلی هم طوری نیستش بیشتر. بیا عقب ایران خر خیلی شده مثلا. حالا من نمیمیرم چرا. ایوای منو خر من دستمو گاز گرفتم. زدمشون. خر دستمو بهت میگم گاز گرفتم. من چیز استرلایزه شده دارم. خر نک گاز میگیرم تموم زامبی میشم من. خب دیسینفکت دارم. خره اینا رو بگیر. خب منم گرفتن که تو رو گاز گرفتم. آره بزار درست.
خره از شانس خوبم افتادم توی یه دونه چیز مشروب فروشی. اینجا میتونم خوبه. وسیله بردم کوکتل مولوتوف درست کنیم. عالی. بذار یه سرم بردارم برای خودمون. خوبه همونجا که مردی. همونجا آره چراغا رو خاموش کنم دیگه. آره چراغا پایین رو خاموش کن. چراغا پایین دارم دیگه خاموشی تقریبا. خر من از سنگینی کلی مشروب برداشتم. 121 کیس سیگار برداشتم. یا خالی کن. یادم رفت خالی کنم. بیا میریم فردا تو چیز بنزین میریم اونجا چند تا چیز بنزین میاریم. همه اینا رو آتیش میزنیم. باش. نگاه کن فقط. اینکه در آقاف کنیم تاثیر داره. آره و بیا بالا ببین چند تا بطری مشروب آوردن. اینا خاموش. اینجا رو خاموش نکن داشت بس من برق پنکیکو باید درست کنم. حالا وی بعد حتما با آب چسب داری؟ چسب بدونم. فکر کنم داشتم. خر بده من میخوام این چیزمو تعمیر کنم. بس این بیسبال قطعا بیا بندش رو انداخت. گفتم بندیجی دیگه. گفتم چسب میخوام از من این چسب. تبره رو من بردارم. این تبر پایین هستش. خب پس من بردارم. تو مثلا من آره پنکیک بودم تو کابینت. جا رو بده داداش اینجا رو بده جان چی داشتش که منم میخوام. مشروبا رو بده. یا علی این قرمزا رو فقط میشه باش کوکتل مولوتوف درست کرد. اونا رو بردم برایش باحال. یه سیگار هم بزنم زمین. سیگارا رو بگیر انداختم زمین. اصلا خودم دارم میشورم. اسپریت بت بدم. بعد میخوام ورزش کنم. ورزش یه چیز کدوم ورزش خوبه؟ این آخریه رو میذارم. همه چی رو اضافه همش کنم. خوبه دیگه همش چرا آره خاموش کنیم دارم بیرون رو میبینم. نه وقتی ندارم. ایهوی دارن میشکنن پایینا. نه من دارم غذا میخوام. صدا غذا خوردن من بعد غذا میخوریم. قربونت برم. بذار من اینجا میزن بیشتر بگردم. هر چیز پیدا کردم. منم کیف پیدا کردم. آخر بعد خوبه. بسا خری چه عینکی زدم. عینک هم ببین. تو کلاهمو در بیارم. پیدا نیم کلا چراغ داره؟ اوه چه عینکی. آره بذار من برم کلم کچل کنم اصلا بهم نمیاد. تیغ داری؟ من میخوام کچل کنم. نه با تبر نمیتونه بزنه. What؟ ای بابا بذار برم از تو خونه ها دیگه میکنم حالا میارم. عالی. خر بیا بریم. من نمیتونم چیز رو بریم بیرون. پنکیک. بیا بریم بیرون. باش ما خسته بشیم. وایسا بشینم و بریم. بشین ببینم وایسا بذار من برم ببینم بشین شاکت چیه. آره بنا روشن میشه. تول باکس این چیزه خر دافل بگ داره. وایسا به درد میخوره. اوس برای چیز اون داره او ویلدرنس. بله اینو بهترین چیزو برای محافظت از سره. الان برو توی بودم پروتکشن. برو قسمت بشیدم پروتکشن. سرم سبزه.
آره دیگه من پروتکشنش بالا. پاشو بیا بریم، یه سری پلیس هستن، این زامبیای پلیس هستن، تفنگ دارن. پاشو بریم بزنیمشون، تفنگشون رو بگیریم. پاشو پاشو. اصلا چی داری؟ خبره؟ بیا آره M13 فکر کنم داشتم. دنبال من. دارم M13 هم دارم. نمیشه بخورم کارم بچه خوب کشتمش. بیا این تو این پلیس هم مجنون. بستنی مگنوم؟ نه مجنون تفنگه. من فعلا تفنگ ندارم. کنه برداریم بزنیم خونه. بیا وایسا رسه من اینا رو بزن. وایسا بزن من اینا رو بزنم. وایسا من جا ندارم. کارم خسته شده. داریم پاس میدیم هم فقط یه دونه میتونه بپوشه. ای بابا خر اینجا کلیسا میلیسایی بود بریم آتیشش بزنیم. بذار من وسیله خالی کنم. خره کلی وسیله دارم من. کلی تفنگ فقط این رو میزنم. چیز میشه کار کردم پنیک داشت میزد دیگه. حل. مردن. بریم خالی کنه وسیله اونو برگردیم. تفنگ رو من برم ماشین رو بیارم. نه آره ماشین دو تا زامبی هست بشم کارکترم هوله میخواد. آیده میخواد. هوله آخر منم یه دونه پیستول و یه دونه جه نه شاتگان دارم. همه رو بذار صندوق عقب ماشین. ماشین رو برد نگیر. دارم میارم. بزنم بهت میمیری. همون دو سه تا. نه داشتم تو سطلاش خیلی چیزه. آره فردا صبح بریم چیز خرید. صندوق عقب نداره. بولا بودی برام ندارم. بذارم من اینا رو پشت بسا نمیذاره. آره اینجا میذاره. من چیزی لوت نمیتونم بکنم. کجایی تو؟ من تو ماشینم. زامبی داره ماشین. چی؟ ماشینش هستی؟ آره آره شبه نمیبرن فکر کنم. بپر بالا داشت ماشین 4 تا جا برای نشستن داره. خب بنزین به شدت بنزین نیاز داریم. الان ماشین هر لازم که خاموش کنیم. خره چه جای بدی. جلو رو آره نگاه کن. بیا پیاده نه تو البته بریم. زیاد نیستن ما بیشتر از این رو زدیم ولی خب بیشتر خطریه. از اینا هم زدیم. دارن میان. دو سه تاشون من دو سه تاشون تو. تلسکوپ بشه. تو هم خسته ای؟ من پنیکم. خر یهو پشت سرت. مثل پشم.
وای اوه خر ماشین تبر سنگینه. خر ماشین رو آورد زامبیا رو کشون این بر. اومدن زامبیا. آره از جلو رو تو ببین. آره بریم اونا رو چقدر بزنیم. زیادن. نه سخته. زیاد نیستن، ما بیشترین ها زدیم. اذیت میشه. بیا بزنیم. تو برو من برمش نمین اون اصلا طلا کشیدم. مال من تمام چی شد تو مال تو بر تمام بیرون شد. طلا داره. خب بنزین نداره این تراک. بنزین نداره وایسا. تراک نداره ماشین قرمز داره. این یکی داره جدی؟ خوش بود 100% پر بنزینش. پشمام با چی میخوایم بریزیم بنزینتون؟ من یه دونه گز کن دارم مهارت تو حل خالیش کرد کلا کامل خواهی شایی؟ آره سوار ماشین نمیشم ماشین داغونه. چون گاه بریم وایسا این خونه ها رو خالی چی کن. میخواستیم اینجا؟ برو تو خونه من اینجا رو خالی کنم بعد میام بهت پیوندم. خره میشه جنراتور عالی. جنراتور رو زامبی هم داره. میبرم میسمش توی چیز توی ماشین. آره جنراتور رو دیگه باز قدیمیه دیگه کار نمیشه. وایسا چقدر جا داره؟ کلی جا داره. نه من بیام نمیتونم بذارمش تو چیز گذاشت خیلی صندوق عقب. آب بده دارم خفه میشه آتیش آب بده. تو خونه برو بخور. این پنجره بازه. یه زامبی هم هست برو بزن. هم میکشم شب ایول چیز پیدا کردم. بله یه دونه زامبی دیگه هم هست ایول الان میتونم خودم خوش کنم. با بست تول میتونی خودت با چی؟ بست تول این چیز صورتیه باشه صورتیه خیلی یه دونه مکتوم هم اینجا پیدا کردم اصلا گان همه رو بیار. کمیک بوک اینا رو بخونیم خل نشیم خیلی عقلمون از دست میره افسردگی بعد جدی؟ آره بعد کمیک بوک دپرست وسیله اینا چی پیدا کردی؟ وسیله خودمون دارم خوش به منم بده. بیاین بستبل بیاین بستبل الکترونیک مگزین. بیا اینجا بیادب بیا عرق کردی؟ نه عرق نکردی خب ملت کن آره یخچال رو لیست زدی یا یه چیز نداشتی من میخوام بخورم علی خب نه پریدن. شیشه داشت. چیز خاصی نبود فرست اید داره. عید اول
عالی. ترجمه زبان انگلیسی. خر کلی تفنگ پیدا کردم. تو این خونه وای تو یه اتاق 3 تا تفنگ بوده. خب ماشینو بیارم نزدیک. ماشینو بیار نزدیک اینا رو بردار. بازم سنگین میشه. خب زامبی ها اومدن طرف من. الان که از سنگینی اوه حاجی یه زامبی 2 تا زامبی دنبالتن. 2 تا رو بزن. پشت سرم پشت سرم. واه چقدر وسیله گذاشتی تو ماشین. یا علی نظرم یا خر خیلی زیاده. چیکار کنم من کمرم داره میشکنه. واسه بذارم پشت صندلی ها نزد پشت صندلی. بازم اومدم ای بابا این که وسیله همون رو برداشتیم. ژنراتور هم پیدا کردیم. مشکلی ندارم. ای گازت گرفت. نه یه بریم دونه دیگه میبره. بیا خونه لقش. باری کردی. جا رو ببین. چیزی نیست اینجا. اینجا رو ببین میفته تو مغز. ولش کن بریم. اومدم داداش خب کلت نیست. تمام شد. آره دست بند دارم میخواد. نه خر دارن میان نگاه کن. یکی اون ور دیوار. یکشون هم تو خواهیم بده. شما از این بی‌ناموسا حیات خونمونه. ماشین رو میتونی بیاری تو. آره من اینو بزنم تو ماشین رو بیار تو. من اینو بزنم 3 تا همون پایین هستن. خب زدمش. یه دو حسابی تمیز کنم. بعد اینقدر گرممه. آره گرم چه من برم تو ماشین کولر رو من بزنم. خیس شد. تشنشم شد. یه ماشین دارم. چه خوشگله واقعا. آواری کردم. هوا رو روشن کن. هرچی وسیله بود میخوام یه بار ببرم. کارکترم هرچیش میخواد بشه برم. A few moments later. ای وای من الان میمیرم. حالا به خاطر ورزش خوب نه خوب نی درد داره. وای چرا همچین کاری کردم من. Flashback. ای وای من الان میمیرم. اکسرسایز فتیگ دارم. End of flashback. بالا تمیزه. بالا تو چیز بالا خوبه. گوشتم فقط یه چی بده بخور. کلی غذا هست. جارو ببر. میگم این کابینت بغل یخچال کامل میذارم برای چیز برای تفنگ. ایوه این دونه رو کرم.
چه لختی. آره لختم گرمم بود لخت شد. چقدر بدون کیف خوبه. کیف خودش جا میگیره از اینونتوری اصلی و به چه دردی میخوره. بالا یکی از اتاقا رو برمیدارم. من چونه لخت دارم تو خیابون بریم فراسم عالی. خیلی خوبه. میگم این بالا کدوم اتاقا رو بردارم. بالا یکی از این اتاقا رو برداشتم. من خودم سلام بزنم تو کیفم چی یادشتم که نیاز دارم. چند اوپنر رو برمیدارم با یه دونه 2 تا بانداژ و فرست اید نمیخوام. چند تا سن من بالا هم من بالا کجایی؟ تو اتاق هم این یکی از تختم تو یکی از تختم هم نه دیگه من اینا رو خوب از بسیار خیلی تخت بیمارستان مربا تو کیفت برداشتم یه کالیش بالا رو میخوام بخورم وزن باش. خب میام آب اگه قطع شد بعد چیکار کنیم؟ آب دلم آبه من آقا دیگه سطل آب نداریم بیاریم تو یا باید چیز کنیم و بریم دم رود خونه بزنیم اینجا باید بهت بگم من باید چیکار کنیم ببینیم بخورم یا چرا بیا دنبالم بیرون درخت بکن خب دور خونه باید بارز درخت چی باید بکنیم با تبر من؟ چی؟ تبرم حیفه. نه خبر پس کن من هر چی دارم میذارم. اره بردارم هر چی ماشینا کجا بردی؟ چینا ببین یا بذار با دست درنه اینا هم مرسی بابت کل ورودی ها میخوایم کل این تیکه از اینجا تا اون تر میخوایم دیوار رو داریم آره؟ نکن از اینجا میکشیم خب تا اینجا خب بعد اینجا دیواراشو خراب میکنیم این اساس خراب کنیم پشتش میکشیم تا اون ور که ماشین اینجا میخواد بره بیاد. من تصمیم میگیرم رد شدن ماشین نباشه اصلا چند میز بود بیلیاردو میشه استفاده کرد. چیو میز بیلیاردو استفاده نه ای بابا جکت پوش
داره میره صدا داره میره خواستم بگم صدا داره میره ساکت اینا دیگه اینا کات اینا چیز میکنی پات میکنم اشکال نداره بذار ببینم چند ساعت شد استاپ کنیم نه نکنیم دیسلایک کنیم آره دیسلایک کنیم ویدیو رو ریپورت بدین کانال میشه بند میشه یه کار کنیم ایشالا ریپورت کنیم خدا نگهدار